اکنون فرصتی آن فرا رسیده است دوستان عزیز که قسمت فینالی وزن تن 90 کیلو را ببینیم. صبرالله حکمت‌الله پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل کامران کارلیکوف پیراهن کبود پوشیده مبارزه میبرد. این دو پهلوانی که در چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین هم مبارزه برده بودند. صبرالله از روی فیزیکا بسیار پرقوت است، اما کامران کارلیکوف تجربه غنی گشتنی جودو دارد. انگشت انداختن داخل آستین این غیر قاعده است که کامران کارلیکوف تکیه به گشتن سامبو میکند، چون که در گشتن سامبو بارها برآمد کرده است و در گشتن جودو همین آخر سال 2020 در قسمت فینالی هم برآمده بود. اوچی ماتا از جانب صبرالله. کامران کارلیکوف بر عکس اصولی او برد. شیمه و از حالت الله دادنی باقی کردند. در اینجا مخلصان از هر منطقه جمهوری تاجیکستان حضور دارند، مخصوصا مخلصان از ناحیه یامان رو برای ما نشستند. صبرالله حالا دست چپ با کامران کارلیکوف. ببینید کارلیکوف دوباره برای نه حالت سیانگه برای صبرالله حکمت‌الله میسر نمی شود. کامران کارلیکوف تجربه غنی گشتن جودو دارد، گشتن سامبو را دارد، هم گشتن ملی تاجیکی در ناحیه یامان مخصوصا سلاله کارلیکوف بسیار هم مشهور در گشتن ملی تاجیکی پهلوانی است. صبرالله کومیکاتا کمی درست گرفت و رها کرد. آره دوباره اکنون برای کومیکاتا خوب داشتن این پهلوانان کارلیکوف هجوم میکند و صبرالله از اون فضایی که آمد دوباره هراس دارد، چون که اشتباهی بود. خود او میخواست که اوچی ماتا بکر برد، اما خود زیر اصول خود لحظه قرار گرفته بود. توقف دوباره رو مجبور میکند که چی دونشون دید. بله اکنون برای کارلیکوف دوشیدو تهدید برای باخت است. با این خاطر باید حرکت های بیشتر از جانب کارلیکوف باشد. اکنون هجوم میکند. صبرالله منتظر است. کارلیکوف آستین داشته است و ببینید او چی متن نمی شود. نفسی آزادی هر دو پهلوانی تا 90 کیلو. کارلیکوف دست چپ، دست راست، باز هم در قپیدن کومیکاتا همانو توقف دارن. حالا کارلیکوف خوب داشته است، اما صبرالله هجوم میکند. نه استاد، اگر استاد پس شیدوی نوبتی برای وقت. حالا فرصت است، باید اصول رو نشان داد. در حالت شیمه وضع آبه میگیرد، نمی شود. بیکوف دوباره درجه جمهوریوی حالا اشاره دارد تا اینکه
کمربند اصلاح کنند پهلوانان. حدود نیم دقیقه دیگر در وقت اساسی آنها دست به چنگ گل میگیره. ببینید حالا باز حالتی امان پیش داره، حالتی نزدیک آوردن توقف میشد. کارلیکوف برای صبرالله لازم است که صبر نکند، برعکس هجوم کند، چون که دیگر وقت کار به گلدنسکو میگذارد. در چهره این دو پهلوان علاقه خستگی احساس می شود. حدود 4 دقیقه میان پهلوانان 90 کیلو گوشتین گرفتن در اصل خستگی می آورد. آنها وزن زیاد دارند. برای از خود کردن باید بیشتر حرکت کرد. صبرالله گریبان چپ کمیکات رو رها میکند و کامران کارلیکوف اما دست رو نقبیده است. ببینید صبرالله میخواهد که او چی ماتن، نه حالا ماته نشده است. یک شدوی دیگر کامران کارلیکوف اگر با چنین شکل گوشتین گیرد پس کارلیکوف ترک میدان خواهد کرد. برخیزد و باید مبارزه را قوی ادامه دهد. مخصوصا برای کامران کارلیکوف دیگر کمفعالی این تهدید برای باخت است. صبرالله کارلیکوف سرکت نه حالتش میوازنه. پهلوانان دیگر مخلصان رو باید مخلصان رو گوش کردن فقط حرکت کرد. هر یک مخلص عقیده خود رو دارد، اما در مرکز میدان باید پهلوان فقط خود و رقیب رو بیند و دوباره اوه چمات خطرناک برای کامران کارلیکوف. نه شمه وزن ندارن آنها، فقط آنها وقت پشت سر میکنند. نه حرکت های بردروغ از جانب کارلیکوف باید این خیلی مبارزه نبرد. حالا صبرالله شدوی سیام برای کارلیکوف و نشان کیلوی وزن 90 کیلو برای صبرالله. حکمتالله نشان داده می شود. و در مقام دوم کامران کارلیکوف دست می بردارد. حالت تکرار کارلیکوف بسیار امید بالد، بسیار عجیب بود. ببینید در اینجا حرکت از جانب کارلیکوف کمتر بود.